اهداف پیامبر در سیاستشان، اصل کرامت و عزت انسانی. پیامبر صلی الله علیه و سلم چنان سیاست داشتند که در سیاست نبوی همه برادران همدیگر بودند، مسلمان ها از گروه ها و طیف های مختلف، اقوام مختلف، به همه عزت میدادن رسول الله صلی الله علیه و سلم. این آیه قرآن سیاست رسول الله است. چقدر نیازمندیم به این آیه قرآن امروز در جامعه افغانستان خودمان. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ما شما را خلق کردیم از مذکر و مؤنث. اصل شما برمیگردد به یک چیز، همه شما از آدم و حوا به وجود آمدید، اصل شما اونجاست. چی برتری دارید از نگاه انسان بودن؟ همه انسان هستید. و جعلناکم شعوبا و قبائل، شما را قبائل و قبیله قرار دادیم. لتعارفوا، تا هم دیگر را بشناسید. من تاجیکم، من پشتونم، من هزارم، من ازبکم، من ترکمنم، من فلانم. اینها فقط برای شناسایی است. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، به نزد الله کسی ارزش داره که خیلی تقوا داره. سیاست درست رسول الله صلی الله علیه و سلم این بوده. پیامبر سلمان فارسی را هم صدا می کردن، ابوبکر عربی را هم صدا می کردن. گاه پیامبر از سلمان فارسی، از فکر سلمان فارسی استفاده می کردن. نمی گفتن فارسی تو عربی نیستی، تو سلمان از فارسی ارزش نداری، فکر تو به دردمانی می خورد. سیاست رسول الله صلی الله علیه و سلم عرب و عجم را در کنار هم قرار میداد. امروز ما را به گروه های مختلف تقسیم کردن. تمام ابحاث سیاسی در میز مذاکرات از طریق رسانه ها نشر می شود. همه بحث قومیت و قومگرایی و قوم پرستی است. دفاعی از قوم و بس، دفاعی از ملت مظلوم نیست، دفاعی از خدمت رسانی نیست، دفاع از نظام درست و سالم اسلامی نیست، از زبان، از قوم، از نژاد. این چه سیاست غلطی است. اما سیاست رسول الله صلی الله علیه و سلم همه را به کنار همدیگر جمع می کردن. این پیامبر صلی الله علیه و سلم، این سیاست پیامبر صلی الله علیه و سلم. نخبه ها در اونجا ارزش داشت، متفکرین ارزش داشت. امروز در افغانستان متفکرین و اندیشمندان نابود می شوند، علما نابود می شوند، نخبه های این وطن به خاک خون یکسان می شوند. این هم یک نوع سیاستی است. محمد رسول الله هم یک نوع سیاست داشت. به موسفیدان احترام قائل بودند، به خردسالان مهربان بودند، شفیق بودند. اما ما چی می شویم؟ به اطفال ما چی می شود؟ غیر از که نابود بکنن طفل ما، پدر موسفید ما، خاک بپاشن به چهره مبارک پدر بزرگوار ما. در افغانستان چیز دیگری نیست. اما سیاست پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید هر کس بزرگان ما احترام نکند از ما نیست، هر کس به خورده ها مهربانی نکند از ما نیست. یا رسول الله، امروز در افغانستان نه به بزرگا احترام میشه، نه به خورده ها هم مهربانی صورت میگیره. همه به خاک خون یکسان میشوند. امت توست یا رسول الله، همه به خاک خون یکسان میشوند. با این سیاست های غلط که در افغانستان جریان داره.